بفرمایید. شکاف در نظام جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب وجود داشته و این نظام همیشه به طور مکرر عده‌ای رو از ساختار سیاسی حذف کرده و تا امروز هم ادامه داره. منتها خب امروز این شکاف بیشتر شده و چهره‌های اصلی که دوران آیت الله خمینی وجود داشتن و اینا از مسئولین اصلی دهه اول انقلاب بودن، امروز روز به روز اینها رو از عرصه سیاسی حذف میکنن و خارج میکنن. امروز مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در واقع با پشتیبانی از احمدی نژاد و وایسادن پای احمدی نژاد هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی رو بالا برده و این هزینه است که آقای خامنه‌ای برای پشتیبانی از احمدی نژاد داره میده. آقای گنجی، با توجه به بیانیه‌ای که از آیت الله العظمی منتظری منتشر شده است، ایشون در این بیانیه به ویژه نوشتند اگر این وضعیت رو بذارید، خطاب به آقای خامنه‌ای و دیگران البته بدون اسم آوردن از اینها، اگر این وضعیت رو به این گونه‌ای که هست ادامه بدید، اون زمان است که دیگر نمی‌شود جلوی این موج رو گرفت و در واقع کل نظام است که نابود خواهد شد. فکر نمی‌کنید که اصولاً با توجه به اینکه آقای موسوی هم از کل نظام دفاع میکنه و آقای خامنه‌ای هم از کل نظام، آقای خامنه‌ای به شیوه خودش، آقای موسوی به شیوه خودش، همه ولی در یک نکته مشترکن و اون حفظ نظامی است که بعد از انقلاب 57 شکل گرفت در ایران و الان هم خب تضادهای درون این نظام بروز کرده است، ولی به هر حال در دفاع از کل نظام فکر نمی‌کنید که یک پارچه در یک جبهه هستند؟ ببینید، اولا آیت الله منتظری انصاف اینه که یک شخصیت استثنایی در تاریخ معاصر ایران هستند و ایشون به خاطر دفاع از آزادی و حقوق مردم ایران از رهبری برکنار شد و از چند ماه بعد که آیت الله خمینی فوت کردن ایشون میتونست جانشین ایشون باشه، ولی ایشون از همون سال 60 اوایل انقلاب که سرکوب‌ها شروع شد، همون سال اول نامه نوشتن با آیت الله خمینی و اعتراض کردن و این اعتراضا همچنان ادامه داشته، ادامه داره تا امروز و ایشون به هر حال بر سر دفاع از آزادی مخالفان و حقوق مردم ایران هیچگاه سازشی با هیچ کس حتی آیت الله خمینی نکرد. از این که بگذریم، تئوری اینها از اول تئوری حفظ نظام بوده و حتی در نزاعی که در این مورد در دهه 60 در اواخر عمر آیت الله خمینی در گرفت بین ایشون و یک سوی دیگه‌اش اتفاقا یکی از افرادش همین آقای خامنه‌ای بود، در اونجا آقای خمینی این تئوریزه کرد این نظریه رو که حاکم یعنی سلطان میتونه برای حفظ نظام کلیه احکام اولیه اسلام رو تعطیل بکنه و کاری که کردن امروز اصلا ایدئولوژی و دین در این حکومت تابع قدرت سیاسی شده و اینا برای قدرت دین و انسانها و همه چیزو حاضرن نابود بکنن و کردن تا این نظام مطلقه فقیه، دیکتاتوری فقیه و سلطانی رو حفظش بکنن. سپاسگزارم. خانم صدتکی، از کجا شروع میکنیم؟ آقای اکبر گنجی عزیز، روند اوضاع معلوم نیست، هیچ کس نمیدونه به کجا داره میره، ولی شما ارزیابیتون چیست از تهاجمی که در واقع قدرت اصلی فعلا حاکم بر جامعه انجام میدهد، داره انجام میده علیه مردمی که در خیابانها شعار میدن و برای اعتراض به انتخاباتی که انجام شده است اومدن به خیابونها؟ پروژه‌ای که آقای خامنه‌ای داره برای سرکوب این وضعیت و بازگرداندن مردم به خانه‌ها اجزای مختلفی داره. اولین کاری که تو پروژه ایشون هست قطع ارتباط رهبری اعتراضات با مردمی هست که در خیابان هم هستن. یعنی پروژه رو جوری پیش میبرن که بین آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران با این پایین مردمی که تو خیابان ها هستن رابطهشون کاملا قطع بشه. برای اینکه این رابطه قطع بشه، در گام دوم کلیه افرادی رو که قدرت فکر دارن، قدرت برنامه‌ریزی دارن، قدرت سازماندهی دارن، اینها رو بازداشت کردن و به زندان‌ها بردن و امروز هر کسی که باقی مونده باشه بتونن دسترسی داشته باشن به اونها قطعاً بازداشتشون میکنن. مرحله سوم قطع ارتباط آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران با رسانه‌های جمعی هستش، چه رسانه‌های خارجی چه رسانه‌های داخلی، که اینا نتونن پیامشون رو به مردم و به جهان
انتقال بدن. مرحله بعدی اینه که اینها در تهران خصوصا حکومت نظامی برقرار کردن بدون اون که عنوان حکومت نظامی رو بر اون بذارن و اگر مدعی هستن که چنین نیست چرا خبرنگارهای خارجی رو بیرون میکنن و چرا با کسانی که از خیابونهای تهران میخوان فیلم برداری کنن برخورد میکنن، بازداشت میکنن. اگر چنین این حرف با واقعیت نداره اجازه بدن که خبرنگاران خارجی بیان در تهران و با تصاویری که از خیابونها برمیدارن نشون بدن که اینا تهران رو به یک پادگان نظامی تبدیل کردن. مرحله بعدی کاری که اینا دارن میکنن پخش دروغه. یعنی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و کلیه مریدان آقای خامنه‌ای در حال پخش دروغ هستن و این دروغ ها و این شایعات رو در سطح اینترنت و در سطح مردم پخش میکنن برای اینکه بعداً در اثر این که شما دائما خبرهای دروغ میشنوید بعداً به خبرهای راست هم اطمینان نخواهید کرد و هر جنایتی که اینا بکنن اگه کسی اونها رو برملا بکنه مردم شاید گمان کنن که این هم یکی از اون دروغ‌ها و یکی از اون شایعات ازش. مرحله بعدی کاری که اینا دارن میکنن متهم کردن جنبش، مردم و رهبران اون به ارتباط با خارج و خطگیری از خارج، خصوصا روی آمریکا، انگلیس و اسرائیل دست میزنن و خصوصا اینکه طراحی این برنامه‌ها با سازمان مجاهدین خلق. نکته بعدی اینه که الان شروع کردن از اول هفته گذشته تا حالا فشار میارن به آقای هاشمی رفسنجانی برای اینکه نماز جمعه تهران رو برگزار بکنه و این به خاطر اینکه هم اونو تحقیرش بکنن و همین که نشون بدن که نوعی اجماع و وحدت در کل ساختار سیاسی وجود داره. به این ترتیب در مرحله بعد پس از گذراندن این مراحل میخوان مردم رو به خانه هاشون برونن. کار بعدی که تو این پروژه دارن اینه که کسانی که گرفتن بازداشت کردن به زندان‌ها بردن در اثر فشارهای فیزیکی و روحی روانی اونا رو وادار بکنن برای شوهای تلویزیونی که میخوان برگزار کنن و معمولا هم در شوهایی که جمهوری اسلامی تا حالا برگزار کرده از زندانیان اعتراف به ارتباط با خارج، اعتراف به جاسوسی، ارتباط جنسی با زنانه و اعتراف به دزدی و فساد اقتصادی است. مرحله بعدی که دارن کاری که میکنن سندسازی برای مردم و برای رهبران این جنبش، کما اینکه در همین دیروز اعلام کردن که در ستاد یکی از کاندیداها در میدان هفته تیر اسناد بسیار بسیار مهمی کشف کردن. از این کارها هم جمهوری اسلامی تا حالا بارها استفاده کرده. مرحله بعدی اینه که دارن فضا سازی میکنن در رسانه‌های جناح راست، از رادیو تلویزیون بگیرید تا روزنامه کیهان تا خبرگزاری فارس و دیگر امکاناتی که دارن اینه که شروع کردن برای برخورد با رهبران و مثلا میگن اینا محاربن، اینا قاتلن و اینها با خارج ارتباط دارن و اینا جامعه رو به اغتشاش کشوندن و مردم علیه اینا شکایت کردن. مشکلی که الان داره این نهضت اینه که در اثر این ارتباطی که رژیم موفق شده قطع بکنه بین رهبران این جنبش و مردم، این جنبش به صورت یک جنبش خودجوش الان در اومده و این دو تا خطر میتونه داشته باشه. یه خطر برای جنبش و یک خطر برای نظام. خطرش برای جنبش اینه که هر جنبش اجتماعی نیاز به رهبری داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به اهداف داره و نیاز به سازماندهی داره. اگر این رابطه کاملا قطع بشه رفته رفته امکان داره که مردم ناامید بشن و دلسرد بشن و اون چیزی که آقای خامنه‌ای به دنبالشه، یعنی فضا رو کاملا فضای مرگ بکنه، موفق بشن یک چنین فضایی رو بهش ایجاد کنن. اما این میتونه یک خطری هم برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه. وقتی جنبش رهبری داشته باشه و رهبری کنترل رو در اختیار داشته باشه، این میتونه با رهبران مذاکره بکنه و هر مذاکره‌ای به داد و ستد میانجامه که طرفین میتونن به میزانی از اهداف خودشون دست بیابن و از بعضی از خواستای خودشون دست بکشن. ولی الان موقعی که چنین رهبری وجود نداره و ارتباط این رهبری با جنبش قطع شده و این